به نام خداوند رحمتگر مهربان. خداوند رحمان قرآن را تعلیم فرمود، کتابی برای هدایت، بیداری و روشنی راه زندگی. انسان را آفرید با تمام استعدادهایش. به او قدرت بیان و سخن گفتن را آموخت. خورشید و ماه با نظمی دقیق و محاسبه شده در حرکتند. گیاهان و درختان هر دو در برابر پروردگار خاضعانه سر فرود می آورند و آسمان را برافراشت برای سنجش هر امر معنوی و مادی و میزان و قانون را در آن گذاشت تا شما هم در زندگی مرز انصاف و عدالت را رعایت کنید. با عدل سنجش کنید، در داد و ستد، در قضاوت، در رفتار حق را ضایع نکنید و زمین را با هزاران نعمت برای زندگانی خلق مقرر فرمود که در آن میوه‌های گوناگون و نخل خرما با پوشش و برگ و شکوفه و غلاف است. هم دانه‌های غله‌دار و هم گیاهان خوشبو در آن رویانده است. پس ای انس و جن، کدام یک از نعمت‌های پروردگارتان را انکار می کنید؟ انسان را خدا از گل خشکی مانند کوزه‌گران بدین حسن و زیبایی آفرید و جن را از آمیزه‌ای از شعله‌های مختلف آتش به وجود آورد. پس کدام یک از نعمت‌های پروردگارتان را انکار می کنید؟ او پروردگار دو مشرق و دو مغرب است، آنکه طلوع و غروب‌ها را در همه فصل‌ها و در سراسر زمین با نظمی شگرف رقم می‌زند. پس کدام یک از نعمت‌ها و جلوه‌های بزرگ پروردگارتان را می توانید انکار کنید؟ اوست که دو دریا، یکی شور و دیگری گوارا را روان ساخت تا به هم برسند و در مرز تلاقیشان نشانه‌ای از قدرت او پدیدار شود. میان آن دو دریا حائلی ناپیداست که نمی‌گذارد بر یکدیگر چیره شوند یا مرز خود را در هم شکنند. پس کدام یک از نعمت‌های پروردگارتان را انکار می کنید؟ از این دو دریا مرواریدها و مرجانهای زیبا بیرون می آید، نشانه ای از زیبایی و نعمت‌های بیپایان خداوند است. پس کدام یک از نعمت‌های پروردگارتان را انکار می کنید؟ و برای او است کشتی‌های ساخته شده‌ای که در دریا به حرکت در می آیند که همچون کوهی هستند. پس کدام یک از نعمت‌های پروردگارتان را انکار می کنید؟ همه آنچه که روی زمین هستند فانی می شوند و تنها ذات ذوالجلال و گرامی پروردگارت باقی می ماند. پس کدام یک از نعمت‌های پروردگارتان را انکار می کنید؟ هر که در آسمان‌ها و زمین است همه از او حوایج خود را می طلبند و هر روز به کار و آفرینش تازه است. پس کدام یک از نعمت‌های پروردگارتان را انکار می کنید؟ به زودی به حساب شما می پردازیم ای دو گروه انس و جن.
پس کدام یک از نعمتهای پروردگارتان را انکار می کنید؟ ای گروه جن و انس، اگر می توانید از اطراف آسمان ها و زمین و از قبضه قدرت الهی بیرون شوید، ولی این خیال محالی است، زیرا هرگز خارج از ملک و سلطنت خدا نتوانید شد. پس کدام یک از نعمتهای پروردگارتان را انکار می کنید؟ بر شما شعله‌هایی از آتش بیدود و دود آتش آلود فرستاده خواهد شد. در نتیجه نمی توانید یکدیگر را برای رفع عذاب یاری دهید. پس کدام یک از نعمتهای پروردگارتان را انکار می کنید؟ در آن هنگام که آسمان شکافته شود و همچون روغن مذاب گلگون گردد، حوادث هولناکی رخ می دهد که تاب تحمل آن را نخواهید داشت. پس کدام یک از نعمتهای پروردگارتان را انکار می کنید؟ پس در آن روز به علت سرعت فوق‌العاده حسابرسی و روشن بودن همه امور هیچ انس و جنی را از گناهش پرسیده نمی شود. پس کدام یک از نعمتهای پروردگارتان را انکار می کنید؟ بلکه مجرمان با قیافه هایشان شناخته می شوند و آنگاه آنها را با موهای پیش سر و پاهایشان می گیرند و به دوزخ می افکنند. پس کدام یک از نعمتهای پروردگارتان را انکار می کنید؟ این همان دوزخی است که گناهکاران آن را دروغ می پنداشتند. آن مجرمان در میان جهنم و چشمه‌ای از آب جوشان و سوزان به گردش در می آیند. پس کدام یک از نعمتهای پروردگارتان را انکار می کنید؟ و برای کسی که از مقام پروردگارش که احاطه و تسلط او بر ظاهر و باطن هستی است بترسد، دو بهشت است. پس کدام یک از نعمتهای پروردگارتان را انکار می کنید؟ دو بهشتی که دارای درختان و شاخسارهای با تراوت و انبوه است. پس کدام یک از نعمتهای پروردگارتان را انکار می کنید؟ در آن دو بهشت دو چشمه‌ای است که همواره جاری است. پس کدام یک از نعمتهای پروردگارتان را انکار می کنید؟ در آن دو بهشت از هر میوه‌ای دو نوع فراهم است. پس کدام یک از نعمتهای پروردگارتان را انکار می کنید؟ در حالی که بر تختهای نرم تکیه زدند که فرشهای آنها از پارچه‌های ابریشمی درخشان است و میوه‌های رسیده آن دو باغ بهشتی به آنها نزدیک و در دسترس است. پس کدام یک از نعمتهای پروردگارتان را انکار می کنید؟ در آن بهشت‌ها زنان زیبای با حیایی است که با چشمی پرناز جز به شوهر خود ننگرند و دست هیچ کس از جن و انس پیش از آنها بدان زنان نرسیده است. پس کدام یک از نعمتهای پروردگارتان را انکار می کنید؟ آن زنان چشم درشت در صفا و لطافت گویی یاقوت و مرجانند. پس کدام یک از نعمتهای پروردگارتان را انکار می کنید؟ آیا پاداش نیکوکاری چیزی جز نیکوکاری نیست؟ عمل خوب و نیکی
پاسخ و پاداشی همانند خود خواهد داشت. پس کدام یک از نعمتهای پروردگارتان را انکار می کنید؟ و جز آن دو بهشت دیگر هم هست. پس کدام یک از نعمتهای پروردگارتان را انکار می کنید؟ دو باغ سرسبز و پرشکوه وجود دارد که برگها و درختانشان بسیار انبوه که دارای شاخ و برگهای پرپشت و سبز تیره است. پس کدام یک از نعمتهای پروردگارتان را انکار می کنید؟ در آن دو باغ دو چشمه همواره جوشان و در حال فوران است. پس کدام یک از نعمتهای پروردگارتان را انکار می کنید؟ در آن دو باغ میوه‌های فراوان، نخل‌های بارور و انارهای خوش عطر و رسیده است. پس کدام یک از نعمتهای پروردگارتان را انکار می کنید؟ و در آن باغ‌های بهشتی زنانی هستند نیکو خلق و زیبا. پس کدام یک از نعمتهای پروردگارتان را انکار می کنید؟ حورانی در سرپرده‌های مخصوص خود مستور از چشم بیگانگان. پس کدام یک از نعمتهای پروردگارتان را انکار می کنید؟ پیش از همسران بهشتیشان دست هیچ انس و جنی به آنان نرسیده است و دوشیزند. پس کدام یک از نعمتهای پروردگارتان را انکار می کنید؟ این در حالی است که بهشتیان بر تخت‌هایی تکیه زدند که با بهترین و زیباترین پارچه‌های سبز رنگ پوشانده شده. پس کدام یک از نعمتهای پروردگارتان را انکار می کنید؟ بزرگوار و مبارک نام پروردگار توست که خداوند جلال و عزت و احسان و کرامت است. راست و درست گفت خداوند بزرگ و والا مقام.